خب سوالی دیگر، در مهاجرت در نقلیات یعنی تاکسی باشی، ناخواست ماشینت با صدمه دچار شود و همان شخص وفات کند، آیا شهید می شود یا نه؟ یعنی در غریبی برادران عزیز و گرامی، وقتی شما در صدمه میزنین این معنای شهیدی را ندارد، ولی از بس که غریب که هستین انشاءالله هر کسی در غریبی بگذرد درجه شهادت هم میبرد. شما از حساب این مقام و مرتبتون حساب غریبی تونه. لیکن شهیدها را پیامبر نازنین گفت است که از شهدا خمستون، شهیدا 5 نوند، در بعضی حدیث ها 7 نوش هم آمده است. یکم میگه المطعون، کسی که از کسل طاعون یعنی از وبا، از ویروس، این می کرونا ویروس کسی میبرد، این میگه درجه شهادت هم میبرد. دو میگه المبتون، کسی که شکم درد میبرد یعنی شکم رو میشود، همین هم درجه شهادت هم میبرد. سه میگه الغریق، سیم کسی که در آب غرق میشود. دیگر نفری که در روایت آمده است کسی که در آتش میسوزد، اینم شهید میشود. و دیگر پیامبر گفتند کسی که زیر یک بنا میماند، یک بگیم دیوال است، چیزی باشد در بالای آدم وقتی چپه میشود، اینم گفتند شهید است. یا کسی که در راه الله کشته میشود، آدمی که برای خاطر دینش، برای خاطر شریعتش وقتی در مقابل دشمن میبراید، وقتی کشته میشود، اینم شهید است. پیامبر گفت کسی از کسل دق نفس، اسما میگیم، از این مثال دنیا میگذره، شهید میبرد. کدام مادری که در حالت فرزند زاییدن از دنیا میگذرد، اینم شهید میگذرد. انا اینا شهیدن. ولی کسی در صدمه دچار میشود، مقصد اینها را شهیدم که نباشند، لیکن انشاءالله درجه مؤمنی میبرین کو، درجه مسلمانی میبرین کو. اگر غریب باشین انشاءالله شهید شما. الله مهربان حفظتان کنه. خدا هیچ وقت در این آفت ها و در این مصیبت ها شما دچار نشوید.